جو بایدن قول داد چاره‌های قطعی برای قبول قانون‌های می‌اندیشد که هدف آنها منع استفاده سلاح‌های تهاجمی است. پیشتر از این یک نوجوان در ایالت تگزاس با تیراندازی در یک مکتب ابتدایی 19 کودک را کشت. این که یک نوجوان 18 ساله به مغازه سلاح وارد شده و 2 سلاح تهاجمی خرد کاری خطا است. به نام خدا به تفنگ تهاجمی برای چی نیاز دارید به جز اینکه کسی را بکشید؟ به نام خدا آهوان در جنگل با جوشن کولر نمی دوند. این بیماری است. تولید کنندگان اسلحه 12 ساله را برای تبلیغ تفنگ‌های تهاجمی صرف کردند چون از آن درآمدی زیاد می‌گیرند. به نام خدا ما باید جرأت کنیم و در برابر آنها بایستیم. مقامات میگویند در تیراندازی در مکتب ابتدایی در شهر یووالد 19 کودک و یک معلم کشته شدند. بایدن به والدان آنها اظهار همدردی کرد. To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. از دست دادن طفل مثل آن است که تیکه از روح شما را کندند. یک تاریکی در سینه شما وجود دارد که شما را فرو میبرد و از آن بیرون آمدن نمیتواند و نفسگیر میشوید. It's never quite the same. گرگ ابات گوبرناتور جمهوری خواهی تگزاس گفت که تیرانداز ساکن 18 ساله یووالد بود است و تیرانداز را افسران پلیس کشتند. آنچه در یووالد رخ داد فاجعه وحشت‌انگیزی است که در ایالت تگزاس نباید آن را تحمل کرد. مقامات انتظامی محل و اداره امنیت عامه در تگزاس چاره‌های فوری اندیشیدند. آنها می‌دانند که تیرانداز کی بود و دیگر زنده نیست. در واشنگتن نمایندگان حزب دموکرات از وکیلان مردمی خواستند برای پیشگیری از چنین تیراندازی‌ها اصلاحات به راه اندازند. من اینجا از این منبر می‌خواهم به زانو زده از شما همکارانم التجا کنم که راهی را پیدا کنید. با ما همکاری کنید تا قانون قبول شود که این حادثه ها کم شود. من میفهمم که همکاران جمهوری خواه من نمیتوانند با هر چیزی که من طرفدار هستم موافق باشند، ولی ما اینجا میتوانیم یک وجه مشترک پیدا کنیم. ایالت تگزاس همیشه با حق داشتن اسلحه تاکید و با آن افتخار میکند. مردمش هم نادرست ادعا میکنند که پرچمش برابر با پرچم امریکا افراخته می شود. جو بایدن روز سه‌شنبه فرمان داد برای گرامی داشت خاطره قربانیان تمام پرچم‌ها در مؤسسه‌های دولتی نیمه افراشته باشد.